بسم الله الرحمن الرحیم. اصابت سنگهای گلی آسمانی به فرق شفیع عیار. اما قسمی که بارها گفتیم و دیگرها هم گفتن و ایره ثابت کردیم و ثابت کردن که شفیع عیار یک بیسواد است، یک آدم نادان و جاهل است که خط فارسی را، یک ناخوان است که خط فارسی را از روی درست خواندن نمیتونه. و اما با امو ترفند و حیله و نیرنگی که در مکتب کمونیسم یاد گرفته، خدا باعث دانشمند و فیلسوف و عالم و ساینسدان و این چیزا معرفی کرده و میایه و میگه که من از قرآن هزار غلطی میکشم. اما وقتی شما ویدیوهای مسخره از این را ببینین و بشنوین، مشاهده میکنین که خود از این در هر ویدیوش ده ها غلطی حتی در خواندن عبارات فارسی داره، تا چه رسه به مسائل ساینسی و علمی و ادبی و غیره که ادعای دانستن کلش میکنه. در اینجا ما یکی از غلطی هایی را که ای ادعا میکنه که در قرآن کریم یافته، یکی از او غلطی ها را مورد بررسی قرار میتیم و او عبارت است از سنگواره های یا گلسنگ هایی که خداوند متعال به سر قوم لوط علیه السلام فرو ریخت. بیاین ببینیم که ای به اصطلاح ساینسدان، ای پروفسور پوپنک غلطی قرآن کریم را چه قسم ای گرفته. بعد از او باز ما بررسی میکنیم. ابراهیم گفت ای فرستادگان برای چه کار آمده اید؟ حال بعد از اینکه گفتن که ما برای چی کار آمدیم، باز ابراهیم بعد از او برشان میگه ای فرستادگان خدا برای چه کار آمده اید؟ گفتند ما برای مجازات گناهکاران فرستاده شدیم. خدا آدم را ای کرده که گناهکارا را جزا بده. اینجا خدا دیگه ابراهیم چقدر ورخطاست که خدای عالم ما را یا جزا ندن. تا باران سنگهای آیت بعدی است، تا باران سنگهای گلی ببارانیم. باران سنگهای گلی، این چی مانا سنگهای گلی؟ سنگ گلی شما شنیده که سنگ از گل باشه؟ این ما توجه نمی کنیم. ده این قرآن این گپا، این اشتباهات، این غلطی ها به اندازه زیاده. به به، یک چک چک به پروفسور پوپنک، دانشمند بزرگ دنیا که غلطی های قرآن کریم پیدا میکنه. حال بیاین ببینیم همین کلمه سنگگلی در قرآن کریم در کدام سوره است. این خودش آیات خوانده نمیتونه. ما شما آیات میخوانیم و بعد میبینیم که همین سنگگلی چیست، کدام کلمه است در این آیت که او معنی سنگگلی را میتونه. این آیت در سوره مبارکه از زاریات که یکی از سوره های جزء 27 است، در آیات 31 تا 32 و 33 است فکر میکنم. در اونجا بعد از اینکه فرشته ها میاین امرای حضرت ابراهیم علیه السلام گفتگو میکنن، حضرت ابراهیم علیه السلام از اونا پرسان میکنه، میگه که قال فما خطبکم ایها المرسلون. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت ای فرشته ها، ای فرستاده های خداوند، شما را وظیفه تان چیست؟ خداوند بر چی روان کرده؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. فرشته ها گفتند که ما فرستاده شدیم به طرف امی قوم گناهکار و مجرم، لنرسل علیهم حجارة من طین، تا که به سر از اینا سنگهای از گل، سنگهای گلی فرو ریزیم. اینال از اینجا معلوم میشه که امی سنگهای گلی کلمه حجارة من طین است. حجارة من طین ایره در عربی امی سنگ گلی است، معناش امی قسم ترجمه شده. اینال شما دوستای عزیز، امی حجارة من طین هر کدامتون برین در گوگل ترجمهش ببینید. حجارة من طین یک کلمه عربی است. ترجمهش به فارسی ببینین، نوشته میایه برتان گل سنگ، یعنی سنگی که از گل ساخته شده. وقتی که به انگلیسی ببینین میشه کلیستون یا ماستون. وقتی که به آلمانی ببینین میشه تونشتاین. اینال خود ما و شما با صدای گوگل امی چیزا را میبینیم که امی گپا به می شکل هست یا نیست. بیاین بشنویم. اینما کلمه حجارة من طین که عین لفظ قرآنی است در سوره الزاریات، و ای پروفسور پوپنک او را معنایش نفهمیده که سنگ گلی، سنگی از گل یعنی چی. اما را در گوگل میتونم و ترجمه انگلیسی و تلفظ عربی و انگلیسیش هر دوش ما و شما میشنویم. پس بیاین اول کلمه حجارة من طین از گوگل بشنویم و بعد از او معنای انگلیسیش هر دوش تلفظش از خود گوگل میشنویم، از خود ما نمیگیم. پس لطفاً بشنوین از گوگل که چی میگه. حجارة من طين، حجارة من طين، clay stones.
clay stones, خب پس معلوم شد که حجارت من طین معادلش در انگلیسی وجود داشتم. یعنی حجارت من طین در انگلیسی ترجمهش یا معنایش کلیستون است یا ماتستون است که ایره هر دویش هم آدم میتونه در گوگل پیدا کنم. این حال برازی که ما پروفسور پوپنک خرفام کرده باشیم، امو میگن که بعضی ها را میگن که از بس که کودن و کورزین میباشه میگه خرفامش کو. امی اردو کلمه را یعنی حجاره را و تینه باز هم جدا از گوگل ترجمهش میشنویم. بیان ببینیم که حجاره در گوگل چه معنی داره، در انگلیسی معنای انگلیسیش و تین چه معنی داره. اول کلمه حجاره. حجارة حجارة حال معنایش به انگلیسی stones stones خب حالا بیاین معنی اتینا در گوگل ببینیم که در انگلیسی چی معنی داره. چون حجارتون من تین است، حجاره را فهمیدیم معنیش که stones است یا راک که در اینجا نگفته البته. و تین معنیش اینال میبینیم که در انگلیسی در عربی تین گله میگه، گلولای میگه. در انگلیسی ببینیم ایره چی میگه. الطين mud الطين mud الطين mud خب بر ما ثابت شد که حجارت من طین که در عربی حجارت من طین است، در آیه کریمه آمده. در انگلیسی امریکایی و انگلستان هم آل ما هر دوش تلفظش بر ما میمانیم که همون کلیستون میگن و بعد از او ترجمهش به فارسی میبینیم، به فرهنگای فارسی میبینیم. حالا بیاین می تلفظ کلیستون در تلفظ امریکایی و انگلیسی در هر دوش بشنویم. اول تلفظ امریکاییش، claystone حال تلفظ انگلیسیش. clayston حال از گوگل پرسان میکنیم که معنی کلیستون در فارسی بر ما بگویم. معنی کلیستون در فارسی است سنگ روسی. البته پروفسور پوپنک شاید سنگ روسی فکر کنه. سنگ روسی چیست؟ سنگی که از متحجر شدن خاک رس تشکیل شده است. یعنی خاک رس گل میشه و از او سنگ میشه و اونمو خاک باز رفته به امتداد ایام، به امتداد زمان او به سنگ تبدیل میشه، سنگ متحجر شده از خاک روسی. اینجا ما باید چند لغت برای آقای شفیع عیار یا همو پروفسور پوپنک خود ما باید معنیش بگویم که در غیر از او نمیفهمه. یکی متحجر است که یعنی به سنگ تبدیل شده، خاک یا گلی که او به سنگ تبدیل شده. و دیگه معنی سفت گفتیم که بخشی از زمین روسی که مثل سنگ سفت شده است. سفت یعنی سخت میگه. ایرم به یادت بگی پروفسور پوپنک باز یک وقت یگان بیانیت باید بگی لغت را. حال میرسیم به لغت رس که ایرم پروفسور پوپنک حتما نمیفهمه، طبعا نمیفهمه دیگه. رس در فرهنگ میگه خاک رس یا رست نوعی از خاک که از امتزاج آن با آب خمیر چسبنده حاصل می شود و می توان آن را به شکل‌های مختلف درآورد. پس این همو حجارت من طین است. همو تعبیر زیبای قرآنی که از فهم کله پوک نادانهای مثل پروفسور پوپنک بسیار دور از فهمش. بیشتر گفتیم که یک معنی حجارت من طین در انگلیسی همو کلیستون است که او را تشریح کردیم مفصل و معنای دیگهش مدستون است به خاطر از اینکه مد به سببی که مد گله میگه، استون سنگ میگه، یعنی سنگ گلی. بیاین تعریف مدستون ببینیم که در گوگل چی میگه. میگه که مدستون is a type of mud rock. مدستون یک نوع از سنگ، یک گلسنگ است یا سنگ گلی است. پس اینجا ما در 3 زبان این تعبیر زیبای قرآنی را حجارت من طین داریم. در عربی اونمو حجارت من طین است، در فارسی سنگ گلی یعنی سنگی که از گل رست، از متحجر شدن گل رست به وجود آمده و این در امتداد زمانهای زیاد حاصل میشه. و دیگرش در انگلیسی گفتیم که یک معنای حجارت من طین کلیستون است
که ما تلفظ امریکایی و انگلیسیش هر دوش بر شما شنواندیم و دیگهش مدستون است که مدستون هم تعریفش گفتیم. پس در اینجا واضح میشه که قرآن اشتباه و غلطی نکرده، خداوند عالم اشتباه و غلطی نکرده و این پروفسور پوپنک است که اشتباه کرده و غلطی کرده. او هم از امون نوع غلطی که ایرانیا او را استعمال میکنن. ما در اینجا جزئی گفتنی برای پروفسور پوپنک نداریم که امو یک کمدی خنده آور، یک فیلم خنده آور ایرانی بود که در او یک اصطلاح داشت، یک کسی به مردم های بسیار بیعقل استعمال میکرد و میگفت که باز که ابله اونم نادانم میگه که حالا برای پروفسور پوپنک باید ایران ما تشریح کنیم. راستی دوستا، شما حتما منتظر جلسه چهارم محاکمه پروفسور پوپنک هستین و انشالله شما را مجرم میتیم که به زودی این محاکمه شروع میشه و شما در اون محاکمه باز شاهد شهکارهای پروفسور پوپنک خواهد بودین. تا او وقت شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم.